هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. هم از اون طرف میخوای دنیا رو برای اینا میخوای، هم از اون طرف میگی خدا رو میخوام. اینا با هم جمع نمیشه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابهشو با قاعده نصیحت میکرد: ایاک و التنعم، مواظب باشید دروازه تنعم، تناسایی، راحت طلبی رو به سمت خودتون باز نکنید. فان عباد الله لیسوا بالمتنعمین، چون اونایی که بنده های خاص خدا هستن، اونا دنیا رو برای این تنعمش، تلذذش، راحت طلبیش برای اینا نمیخوان. اونا دنیا رو محل مجاهده میدونن، دنیا رو محل ساختن زندگی آخرت میدونن. جای زندگی نیست، جای زندگی درست کردنه، جای مجاهده است.